بچه اون بالا آبشار داره، از اونجا شروع. سلام به تمام دوستان این کانال، برهان امار هستم. آقا اولین ویدیوی این کانال رو دارم میگیرم و یه ولاگ و موضوع این ولاگ از اینه که آقا من برگشتم به شهر قشنگ خودم، به استان قشنگ خودم، یعنی لرستان و شهر خرم‌آباد و میخوام همه جاشو بگردم. گفتم ولاگ بگیرم و شما رو هم در میون بذارم بتونید ببینید. مخمل کو یه جای به شدت قشنگ و دیدنیه که حالا میرم اون بالا، پایینش یالته دره است که جای خیلی خیلی قشنگی داره و نشونتون میدم. خب دوستان، آقا همون جوری که گفتم بهتون اولین ولاگ این کانال هستش. دارم شروع میکنم تازه با 1300 سابسکرایب. بازم واسه شروع بد نی. آقا دانیال یکی از بهترین رفیقای منه که الان داره ما رو همراهی میکنه برای رفتن به مخمل کو. و خلاصه اینو بگم دیگه، اولین ولاگ منه. اگه خوب بود بد بود ادیتش خوب نبود اینا اوکی میشه، شما به دل نگیری. تموم شد. خیلی تاثیر گذار. بچه ها اینم نمای بالا، تازه هنوز زیباییش مونده. زیباییش دقیقا اونجاست بعد اون بالا. ولی خب این نما از بالا اینجوریه، یه جای زیبایی بالا. ولی الان اسبا گاو و اسب بریدیم. تازه بچه ها من اینم بهتون نگفتم، 3 تا از دوستای داییم از تهران اومدن، اونا هم با همونن. به خاطر اونا همش داریم دیر به دیر میایم بالا، وگرنه کلن از پایین تا بالش 5-6 دقیقه است. خب و بالاخره رسیدیم به بالا، یعنی سورپرایز اصلی اینجا هاست. بچه بهشت دومی که میگن اینجا. بچه ها همون جوری که گفته بودم سورپرایز اصلی اینجا بود. به 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 به، عین مورچه ریختن اینجا، مورچه تا اون بالا همش آدم. خدایی نظرت چیه آقا؟ چجوره؟ نه خدایی قشنگه یا نه؟ واقعا از 1 تا 10 بهش چند میدی؟ تا 10 بهش چند میدی؟ 10 بهش میدم 10. واقعا؟ دمت گرم. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت. بچه از بالا کلی براتون عکس و فیلم گرفتم. الان دارم میرم پایین که داره کم کم بارون میاد، به شدت وحشتناکه. یک لحظه کفش لیز بخوره بیچاره شدیم. بریم پایین؟ بریم عزیز. میخوای من بگیرمش بری پایین؟ میرفتم. خیلی خوب، الان ویدیوی شت بچه با جردن اومدم، یعنی هر کسی با جردن بیاد کو 100% ناک اوت میشه. ولی خب باز هم اون بالا بودیم ما، الان اونجا داشتم براتون عکس و فیلم میگرفتم. بچه داشتم میگفتم بهتون
که اینجا 7 تا در اصل اسم اصلیش 7 حوضه، ولی خب در اصل 7 حوض نیست، پر از حوض شست از اون بالا. اون بالای آبشار داره، از اونجا شروع میشه تا این پایین فقط حوضه. الانم حوضاشو نشونتون میدم. ما بریم پایین نشونتون میدم. بچه‌ها اون بالا آبشار داره، از اونجا شروع میشه تا این پایین فقط حوض داره. یکی از بزرگترین حوضاش هم دقیقاً پشت این سنگ. بچه‌ها به شدت داره بارون میاد، هوا به شدت بارونی شده. داریم میریم خونه، فردا هوا آفتابیه، فردا میام بازم بقیه‌اش میگم. بزرگترین حوضی که بهتون گفتم همین پایینه، الان نشونتون میدمش. به 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 به، خوش بگذره. قربونتون. اون حوضی که بهتون گفتم دقیقاً همینجاست که یکی از بزرگترین حوضای 7 حوض هستش. این پایین، این یکی از بزرگترین حوضای 7 حوضه که خیلی توی تابستون میان اینجا شنا میکنن و بگیم ما خودمون اونجا شنا کردیم. آره ما خودمونم مرکز شنامون هم اینجاست. این یه نکته رو بهتون نگفته بودم، ما خودمون پرورش ماهیمون همینجاست، یعنی تقریبا خودم هم بچه اینجام، لور هم هستم خودم و دیگه اینجوریه. جا بعدی باشی بخواه بریم. اگه بابا نمونیزه اصلا حسله این سر پایینی هست. نه آدم. چجوری از اینجا بریم آخه؟ قشنگ رفتی. نه قشنگ رفتی، خوب بود. واه اینجا باید بپریم اینجا بود دانشوخ. خب بچه خدا رو شکر خیس نشدیم، جان سالم به در بردیم، ولی باز هم بچه اینجا با روز بارونی جذابیت‌های خودش رو داره، ولی واقعاً پیشنهاد من اینه با روز آفتابی فقط باید بیاین. بچه‌ها همه جا رو آب برداشته، خدایی اصلاً از هیچ جا راه نداره. تمام مسیرهایی که می‌خواستیم بریم همش بسته آب. بچه‌ها این ویدیو فکر کنم تو یوتیوب حداقل 30-35 دقیقه در بیاد، چون خیلی براتون فیلم و عکس گرفتم. امیدوارم که از همه‌شون لذت ببرید. بچه‌ها به خاطر این بهتون میگم که توی روز آفتابی خیلی خوبه، چون ما الان به خاطر بارون از اون طرفش رفتیم و این طرف اومدیم بیرون. چرا؟ چون دیگه راه نداشت که ما بتونیم یه مور بزنیم و این چیزا، با اینکه خودم تمام مسیرهاشو بلد بودم، ولی باز هم توی روز بارونی اصلا نمیشه هیچ کاریش کرد. و مخصوصا منی که هم دوربین دستمه هم با جردن اومدم واقعا اصلا امکان پذیر نیست. بچه‌ها متاسفانه اینا تهرانیان رو گم کرده بودیم، پیداشون کردیم. اومدیم بلاگ بگیریم مسخرهشون کنیم، اومدیم بلاگ بگیریم یکم مسخرهشون کنیم، پیداشون کردیم. الان که داره بارون میاد، من الان میرم، بعد فردا بازم میام کلی ویدیو براتون میگیرم، ادیت میزنم، میذارم توی کانال یوتیوب و میبینمتون. بای.